اینجا مسجد لنزی است، جایی دور از جاده و شلوغی، اما نزدیکتر دل مردم. سالهاست که در ماه محرم اهالی روستای اطراف از راه‌های طولانی خودشان را به اینجا میرسانند، نه به خاطر راحتی مسیر، بلکه به خاطر اعتقادی که هنوز زنده است. در این مسجد ساده و بی ادعا محرم حال و هوای دیگری دارد. پیر جوان کنار هم جمع می شوند، یاد می گیرند، می شنوند و دلشان را آرام می کنند. مسجد لنزی شاید غریب باشد، اما برای مردمی که هر انسان راه را به عشق می آیند، خانه دل است. با ما باشید و به اشتراک بگذارید.